همه اعضای متالیکا الکلی بودن، ولی یکیشون وقتی مست میشد زیادی از کوره در میرفت. اونم گیتاریست نابغه‌شون دیو ماستین بود که به همین دلیل حوالی ساعت 9 صبح 11 اپریل 1983 تو نیویورک کلیف بورتن، لارز اولریک و جیمز هدفیلد دیو ماستین هنگوور رو بیدار میکنن، میگن که از گروه اخراجی. بدون اینکه هیچ شانس دوباره یا هوشداری بهش داده بشه، یه بلیت یه طرفه اتوبوس واسه کالیفرنیا میدن دستش. جیمز پیادهش میکنه ایستگاه و میره. ماستین میمونه و یه سفر 4 روزه تا کالیفرنیا. تو راه پر از خشم و کینه شروع میکنه به نوشتن یه شعر جدید که توش از واژه مگادف استفاده میکنه و همین کلمه نظرش رو جلب میکنه. وقتی میرسه لس آنجلس شروع میکنه به تشکیل یه بند جدید، یه بند سریع‌تر، سنگین‌تر و تکنیکی‌تر از متالیکا، پر از انگیزه برای تلافی اخراج شدنش. اول با اسم فالن انجلز شروع میکنه، ولی بعد اسم گروهشون رو به همون مگادف تغییر میده. گروهی که یکی از بزرگترین گروه‌های تاریخ متال و بزرگترین گروه ترش متال بعد از متالیکا شد. به خاطر پیچیده و خلاقانه‌تر بودن آهنگاشون هیچ وقت به محبوبیت متالیکا نرسیدن، ولی در کل این اخراج باعث شکل‌گیری یک گروه تاریخ ساز و بزرگ شد.